ببین سوز صدا، خش صدا، اصلا این پکیج کنار همدیگه دیوونه میکنه. تازه الان خیلی تو چارچوب داره میخونه. فکر کن خارج از چارچوب بخونه چه آتیشی به پا میکنه این بشر. و به نظرم حیف دایان اگر کاش زودتر کنسرت بذاره. کاش. بریم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ هنرجوی آشفته دایان دلی داره، یعنی دمش گرم و دم آرتیستایی مثل دایان گرم که مثلا با وجود تمام محدودیت های ارشاد، میدونیم دیگه چه داستانیه تو ارشاد، یعنی ما گفتیم پاییز دایانی میشه، دایان داریم، نشد متاسف. گفتیم زمستون دیگه دایانی میشه، تا امروز که الان امروز 16-17 فکر میکنم 16-17 دیه، خبری نیست. و با توجه به شناختی که ما از آرتیستمون داریم میدونیم که همین الان ولش کنن منظومه شخصیشو اصلا منتشر میکنه، اینقدر این بچه پرکاره. ولی به هر حال به دلایلی نمیذارن یا پشت درای ارشاد میمونه خیلی از آهنگا و بدین ترتیب خب یک کسی که از زیر زمین اومده رو تو از این چیزا نمیتونی بترسونی که توی یوتیوبش یه آهنگ دلی اجرا میکنه. هنرجوی آشفته. من برای صدای دایان جون میدم واقعا، و برای اجرای زندش که اصلا در پوست خودم نمی گنجم، شاید باید جا به جا می گفتم، ولی الان میخوایم بریم اجرای زنده هنرجوی آشفته از یوتیوب دایان رو ببینیم. من لینکشو میذارم توی یوتیوب، اگر لینکشو میذارم توی دیسکریپشن، لینک خود ویدیو یوتیوب دایانو. اگر دوست داشتین به نظرم حتی این ویدیو رو هم تا ته نبینین ولی برین ویدیو دایانو ببینین از چنل خودش که حمایت بشه از این دلیا بیشتر بذاره دیگه. ببینین من در حد توان خودم دارم تشویقتون میکنم که برین از یوتیوب آرتیست حمایت بکنین که آرتیستامون به صورت مستقل هم یک سری کارها منتشر کنن. حالا بریم سراغ این هنرجوی آشفته ببینیم چه کرده. 1 2 3. خب مرسی. 1 2 3. چرا؟ حرام شد. نگاه رو خب صدای همسایتون اومد دایان، من شنیدم یه بچه جیغ زد. بریم ستونم، بریم این بر. کنسرت دایان. ترانه های خوبمو به چند نفر فروختمش، پاره شده بود آبروم آشنا بود. ترانه های خوبمو به چند نفر فروختمش، پاره شده بود آبروم آشنا بود. قسطی دوختمش، سازم و آتیشش زدم، از تو چه پنون سرد بود. پشت همه ترانه هم سکوتای پردرد بود. ریتمم یه مدتی میشه حسابی لنگ لنگ شده، سمفونی محبتم دلتنگ نوت چنگ شده. هارمونین یاد بگیر تا آخرش خوب گوش دادن. ببین با کلمات تخصصی یه ترانه دلی نوشته. کار درسته بشر. واسه همین تو مدرسه از اولش رو پوش دادن، دست بالا دست فراوونه، اینو خودم خوب میدونم. این روزا استاد زیاده
همون هنرجو میمونم ترانه های. این روزا استاد زیاده، همون هنرجو میمونم. دیس کی بودین؟ کیا فکر میکنن که استاد بلا منازع موسیقی هن دیگه حرف برای گفتن دارن؟ بابا ببین چی میگن، زگهواره تا گور دانش بجوی. تو از اول تا آخرش داری یاد میگیری. یه استاد دیگه چه اون هنرجو میمونم ترانه های خوبمو به چند نفر فروختمش. پاره شده بود آبروم، آشنا بود قصدی دوختمش. سازم و آتیشش زدم، از تو چه پنون سرد بود. پشتم ترانه هم سکوتای پردر بود. ببین سوز صدا، خش صدا، اصلا این پکیج کنار همدیگه دیوونه میکنه. تازه الان خیلی تو چارچوب داره میخونه. فکر کن خارج از چارچوب بخونه چه آتیشی به پا میکنه این بشر. و به نظرم حیف دایان اگر کاش زودتر کنسرت بذاره. کاش. بریم. هر وقت که تنها میشم و غرق میشم تو تاریکی ها، خدا میاد به میگه این امتحان رد نشی. صدام دیگه مثل قدیم حال میده به خیلی ها. ستونم تو صدات همیشه به من یه نفر و آدمای اطراف بگه من یه نفر، دوستای من یه نفر حال داده. عجیبم حال داده. یعنی من روزایی بوده که هیچ خواننده‌ای گوش ندادم، واقعا بدون اغراق دارم میگم، هیچ آهنگی هیچ خواننده‌ای گوش ندادم و فول آلبوم دایانو گذاشتم از اول تا آخر، از آخر به اول، از اول تا آخر و همینجوری ریپیت 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 و خودم رو خفه کردم باهاش و چقدر کیف کردم. یعنی باهاش به معنای واقعی عربده زدم، خوندم و کیف کردم. سر کار این کارو کردم، تو ماشین این کارو کردم، تو پیاده رو این کارو کردم، توی همین اتاق این کارو کردم و من با آهنگای دایان، با صدای دایان زندگی کردم. برو بریم. بوکم آخه عوض صدام دیگه مثل قدیم حال میده به خیلی ها. میگه که تکذیب میکنم اشکان خطیبی. بوکم آخه عوض شده با زخمه بیمیلی ها. تو شعله های زندگی آشفته بودن میشه سوخت. ترانه خوبی شده یکی هم میشه فروخت. ترانه های خوبمو به چند نفر فروختمش. پاره شده بود آبروم، آشنا بود قصدی دوختمش. سازم و آتیشش زدم، از تو چه پنون سرد بود. پشتم ترانه هم سکوتای پردرد بود. صدام دیگه مثل قدیم حال نمیده به خیلی ها. بوکم آخه عوض شده با زخمه بیمیلی ها. ترانه های خوبمو به چند نفر فروختمش. پاره شده بود آبروم، آشنا بود قصدی دوختمش. خدایی قشنگی، یعنی اصلا نمیشه. من همین دیشب دروغ نگم یه ویدیو گرفته بودم با آسمون همه جا یه رنگه. یه ویدیو گرفته بودم قبلا از خودم و کسی
و اون ویدیو رو هر بار که میبینم داشتیم با این آهنگ همخوانی میکردیم دیوونه میشم اینقدر که این آهنگ خوبه و خاطر سازه. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین، امیدوارم لذت برده باشیم. من خدایی لذت بردم. اینو چند وقت پیش یکی از بچه‌ها فایل MP3 رو برای من فرستاد، من گوش نکردم، نوشته بود. بعد دایان توی اسپاتیفای گذاشت، باز من گوش نکردم چون اسپاتیفای هم به مشکل خورده، به قول پوری سپاتیفای هم به مشکل خورده و باز نمیشه. و میدونستم که توی یوتیوب هم احتمالا میذاره و صبر کردم تا توی یوتیوب گذاشت و الان که دارم این ویدیو رو میگیرم 2 ساعته توی یوتیوب گذاشته و ویدیوشو بالاخره گرفتم و شنیدمش. خیلی سخت بود که جلوی خودم رو بگیرم و اون فایل MP3 رو باز نکنم. وقتی که یه آرتیست میاد یه کاری رو به صورت دلی پخش میکنه و میگه که مثلا برین کاملش رو از یوتیوب بشنوین، حتما دلیلی داره. به نظر من کاش احترام بذاریم و بریم فقط از تو یوتیوب بشنویم. یعنی حتی اگر میخوایم اون فایل MP3 هم گوش کنیم توی تلگرام یا هر جایی، اوکی گوش کن. اصلا میخوای بریزی رو فلش، خیلی ضبطشون بلوتوث نداره، اوکی. ولی به ازای هر یه باری که گوش میدی انصاف داشته باش، بیا یه بار توی یوتیوب پلی کن. خدایی این میشه حمایت از آرتیست. من خودم این کار همیشه میکنم. منم توی ماشینم توی فلش خیلی از آهنگا رو گوش میدم، اما اونایی که زیاد گوش میدم و حواسم هستش که حتما این استریمر رو لحاظ بکنم. یعنی ممکنه هیچ کاری نداشته باشم، مثلا تو ضبط ماشینم یه چیزی خونده باشه ولی وصل میشم با گوشیم به یوتیوب یا سانکلاد یا هر جایی، اونجام 2-3 بار پلیش میکنم، صداشو کم میکنم. یعنی با خود آهنگ فاز میگیرم چون بلوتوث نداره ضبط ماشین من و اینجوری جبرانش میکنم. یعنی اگر حتی یه حرکت اشتباهی هم انجام میدیم به فکر جبران کردنش باش. خیلی چاکریم. دیگه حرفی نمیمونه تا یه ویدیو دیگه. سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه. دمتون گرم. سابسکرایب کنید دیگه. لایک، کامنت نمیذارین چرا؟ کامنت بذار دیگه. همین. قربانت. تا یه ویدیو دیگه مثلا چک.